سلام، امروز جمعه است و میخوایم بریم سمت بازار جمعه پروانه و بریم داخل بازار شیلان و یه دوری بزنیم داخل بازار و برگردیم. تا آخر ویدیو با من باشین. Let's go. من الان ویز زدم، زد 20 دقیقه، ولی با این مسیریابی جی پی اس هایی که مشکل داره در تهران خیلی سخته رفتن و هر لحظه ممکنه تو راه قطع بشه و نتونیم خوب بریم. عکسشو گرفتم که رو نقشه بتونیم بریم. حالا زد 20 دقیقه، بریم ببینیم چی میشه و خیلی هوا خیلی گرمه، آفتابه و خیلی گرمه. بریم با هم ماهیه. یه ذره گاز بده. الان ما اومدیم به زور یه جا پارک پیدا کردیم، پارک کردیم. الان روبروی باغ کتاب تهرانیم. 2 دقیقه از جلوش رد شدیم، اومدیم جا پارک پیدا کردیم. بریم ببینیم چطوریه بازارش. Let's go.
من اصلا توقع نداشتم اینجا این شکلی باشه، چون معمولا بازار جمعه که من رفتم و شنیدم معمولا وسیله‌های دست دو و قدیمی رو به فروش میذارن، ولی اینجا چیزای نو و کار دست و هنرهای فروشنده ها بود. تجربه بالی بود، خوب بود، ولی هوا خیلی گرمه، میزنه تو زور آدم، اصلا قابل تحمل نیست این دما. خیلی گرمه. الان نشستم تو ماشین که بریم سمت خونه، صندلی‌ها انقدر آفتاب داغ بوده، خیلی داغه، اصلا الان کمرم داره آتیش میگیره، خیلی گرمه. بریم سمت خونه. چشم تو رنگ اصلا توی چشم تو نگاه مثل شاپیت قزن. امروز هم رفتیم سمت بازار جمعه پروانه و بازارشو گشتیم و دیدیم چه وسیله‌ای داشتن، چیزی که من فکر می‌کردم نبود، که فکر می‌کردم وسیله‌های دستی اینا باشه و گشتیم. تا ویدیوی بعدی بدرود.